گفتاری ادبی. شنوندگان عزیز، حالا گفتاری ادبی را از روی اثر نویسنده خوش سلیقه شریف خلیل در قرائت مغفرت یوسفی بشنوید. پند میراث. وقتی بناگه گوشش باد گرفت که کنجه پسری نمکک مکتب رو پایان آوردهش به دختری همسایه شیرین شیرین نگاه کرده است، اول خیلی خوشنود گشت. زمانی عاشقی خود را پیش نظر آورده لبانش به تبسم مایل غرق خیالات رنگین شد. عجب دمهای شیرینه. قلبی هیجان آمدهش تیز تیز بزدن در آمده. وی حتی از آن در حیرت افتاد که جگربندش اینقدر زود به وی رسیده است و گویا خواب و خیالی باشد. این رو خوب میفهمید مرد. البته شتاب عمر مینامندش، عمری که مانای دریای بیقراری کوهی به صد نوا از بلندی ها سرازیر آمده همین خیل ناعیان از پیش چشم ها می گذرد و می رود. این حقیقت را آدمیزاد وقتی درک می کند که سالمند گشته با ناخواست به قفا به سمت دمهای بی بازگشت فنا شده اش می نگرد، از اون زیاده به تهلکه می آید، افسوس و ندامت می کند و عاقبت به خود قول می دهد که می بعد به قدر هر نفسی این نعمت خدا داده خواهد رسید. مرد هم یک لحظه حیات خود را ورقگردان نموده از چارنعل توسن وقت گریبان قپید و باز فوراً اعمال پسر به یادش رسیده و خیالاً به ترازوی تحقیق کشید. بعد ناگه از تصور پس منظری یک واقعه مشؤوم احتمالی به دام خواطر افتاد. باز نغمه برآورده پایش را از حد معمول بیرون نگذارد. باز با رفتاری بیرون از آدابش در گشت عمر دامن والدان را داغدار نسازد. باز پدر بسد اندیشه گنده و نغز رفته نهایت اضطراب دلش افزود. شب فرامده و در بری همسر مهربانش دراز کشید و از اصل قضیه او را آگاه نمود و آنها با مصلحت به خلاصه آمدند که هنوز پرانچک نشده باید حتما پای کنج پسر را ببندند. چون عنعنه مادر خلوت گزیده جگرگوشه خود را از اصل مقصدشان نرمکک آگاه ساخت. من دیگر تنی تنها توانی کشیدن باری روزگار را ندارم بچیم. صد درد نهان از خود درک داده گویا به زوال من دست و پنجه نرم می سازند. خدا نگهبان باشد اوچه جان. آیا حس می کنی که به من اکنون یک یاور لازم است؟ بله، پس ریزا شو که ما سرت را جفت کرده این منزل و مکان را به شادیگاه مبدل سازیم. زنگیرم میگوید اکنون به فهمش رسیده پیشانی چین نمود جوان. ها جانی شیرین، مرادمان همین است. جوان مشوش شد و دو پای را در یک موزه انداخته نه گفت قطعی. از این گردش ناگهان
سراسیمه شده من حالا آماده نیستم اوچه جان، اظهار داشت او. این باز چی گپت؟ باید بخوانم. میلت، ما مقابل نیستیم جانم، اما هنوز خوش کرده هم ندارم. ما از همه‌اش با خبریم. اما صحبت مادر ناکام انجام یافته از کردار جگربند خیلی خفه شد و حیران بود که این پسری گپ نادرا را چی خیل به اذن خود اندازد. اگر سخت‌تر گپی زند میترسد که مبادا یگان نغمه بیجانشان داده والدان را به مفرش غم نبینشاند، چون که وی هر زمان میشنید که کدام یک جوان به تضییق پدر و مادر دچار آمده خود را حلق‌آویز کرده است. باز نفر برقصد از جر سرازیر شده جان جوانش را مفت از دست داده است. خلاص به اراده جوانان امروزه چندان اعتماد نداشت او. و یا خدای مهربان، خودت از روزهای گنده پناه بده، گفت دست به گریبان برده. بانوی خاندان به استقبال شوهری نوکک از کار و باری روزگار رها یافته و در تردد شستشوی افتاده‌اش از خانه بیرون قدم نهاد. خوش، گفت مرد به قضیه اشاره نموده، کو از نتیجه گپ زن؟ زن در حالی که از گپ نادرایی فرزند علمش گشته و برگشته ناامید شد، وجودش پایبند یک حس نامعلوم با خاطری آزرده عرض حال کرد. کوشید که خانه‌دار نمی شوم، می گوید که این جهتان. اعلام داشت او با دو دست در میان از بری ستون ایوان قد کشیده منتظر پاسخ شوهر، دو ابروی هنوز چون در آوان عروسی زیبایش را سر به سر آورد. حالا همین طور بگوی، جبین چین نموده و همون اسنا لب گزید مرد و متاسف سر جنبانده به سمت آغل نگاه کشاند که از دری آن خری مهنت دیده خاندان سر برآورده بی پروا دهان می جنباند. شاید نصیبه خود ناشخورد جانوران دیگر و یک کف آچاری را که به جای جو لحظه قبل صاحب خانه به پیشش گذاشته بود به تقدیر تن داده کمور می خورد. بله، تصدیق نمود بانوی خاندان آه کشیده. با یک نوگ قرص سفیدش را به دندان گزید و دستونش را از میان گرفته اکنون انگشت به بری روی گذاشت. میلش نیز آزرده دست افشان پدر، زاری داریم و زاری نه. من حیران به جوانان این زمانه. اول به دیدگان غمگین کمپیرش نگریست و از آنها جز از حیرت و یک حس ناامیدی چیزی رو نخوانده مدت به زمین پیش پایش چشم ماند. و البته گردن سرکشش رو نرم می سازم. عاقبت اندیشه خود را خلاصه کرده قطعی پاسخ گردان سرابانی آیله و به جانب آفتابی به غروب نشسته سراسیمه نظر پرداخته از لب ایوان آفتابه را گرفت. باید وضو بر جای آرد. این اثنا نماز شام در می گفت. باز مجبور نسازیدش. بپروا باش جانم، نشود که به فلاکت دست زند بچه. حالا زمانه ها دیگر است ددش. به هر احتمال یاد آور شد مادری به تهلکه افتاده. صدقه نامشان گردم جوانان در سر هزاران فکر و خیال می پرورند. پروا نکن کمپیر، با تکرار گفت مرد.
نهایت کار به مقصد خواهیم رسید. کنون به لب تبسم آورد او. الها روز گشت می کرد. سلطان معظم قون و مکانها، پنجه هینا بسته‌اش الان در دامن آسمانها، آهسته به پس شانه کوی ارچزار خم می خورد. از آن سمت بغل سراسر سبز کوهستان نسیم فاره می وزیده به قد درختان حولی می پیچید و برگ‌های آنها را به خواندن آیات از کتاب خالق خود وادار می ساخت. از آن رد و بدل شامگاهان مدتی مدید نگذشته، وقت پنجه شفق نرم و عالم به استقبال روشنی شادی انگیز آغوش می کشد و تنی از شبنم سحری نم کشیده خود را تاب می داد، روزی خوش هوای از ایام بهاران آغاز شده، پدر و پسر به باغ روان گشتند. مرادشان علف‌های رسیده را خشاوه کردن و تگی نهالکانی چند روز پیش آب داده اکنون زمینش آفتاب شده را نرم ساختن است تا از جای کفیده های پیش پایه های هنوز جوانی نااستوارشان شمال در آمده ریشه آن موجوداتی در حال نمو را به دام فنا نکشد. آنها دوام روز بر به بر ایستاده و در بندی خاموشی خیلی مهنت کردند. علف اطراف و پلی و نچقه رسیده را درویده، نهایت تا نفس راست گیرند در سایه غولی درختی زردالو که کیها از گل گشته و دوچه بسته بود نشستند. پدر جبین عرقشارش را به آستین پاک کرده از دست پسر پیاله چای خنک را گرفت و با یک برداشتن آن را خالی کرده تشنگیش نشکست مگر با حرکت ابروان اشاره نمود که باز پیاله را پر کند. اکنون فاصله گرفته و به طعنی چای نوشیده از تگ چشم به قد و بست پسر ذهن ماند. واقعاً شه پسر شده است. طفل دیر و زکک خاک بازی او، کتفونش وسیع، بازوانش مستحکم، عقل و خیردش در همین سین و سال خدا را شکر بر جای و مشک‌های سینه‌اش غالبانه بردمیده و ریش و بروتش هم به صورتش زیبنده. علفی اول بهاران بر این میسه زدند و عیناً جوانی های خودی او را میمانند. مرد با فخر سر و دوش فرزند را تماشا کرده از بالای شانه وی به نهال سیب نظر ماند که کیها از گل گشته و میوه آورده بود. سیبی خوبانی، گفت نهایت سکوت را برهم زده و دقت پسر را به آن سمت برده. سال گذشته به دسته پیوند کرده بودمش. انشاءالله از اولین میوهش کام شیرین خواهیم کرد. تیز به حاصل در آمده؟ بله. بعد از چند سال میبینی که باعث آبادی های عائله میگردد. راست به وجد آمده تصدیق کرد پسر و خیالش به آینده نشاط انگیز کوچیده خود از خود در لبانش تبسم دمید. ما هم پسرم از نهال عمر خود میوه های شیرین انتظاریم. به مقصد نزدیکتر کوچید پدر.
مغزک بادام منتظریم. جوان تبسمش بر جای خود را به نادانی زده زود از خیالات لذیذ وارسته به پدر نگریست و قبلگاهش را آرام و نهایت با چهره صمیمی یافته آهسته به اطراف نظر کوچاند. زندگی آدمیزاد خیلی مرکب، صد پیچ و تاب دارد، صد شیب و فراز دارد. بله، این را هر زمان تکرار میکنید و البته فراموش نخواهیم کرد. آفرین. باز از زبان شما شنیده بودم که طریق حلال زندگی را پیش گیرم و از این پیراه گام برداشتن را هرگز از یاد نبرم. دلتون پر باشد، این حکمت را شعار زندگیم خواهم نمود. خیلی ممنونم من پسرم. هوش و یادت را گنداشته ای و غالباً سخنهای مرا در یادت گرفته ای. قول میدیم که هرگز فراموش نمیسوزم. وای پدر را مطمئن ساخت که در کار زندگی چندان بی‌پروا نیست. هر سخنی به حکمت را زیوری جان خواهد نمود. باز مغزت رو از همین دمها درستر کار کننده سیاهش کدام سفیدش کجاست باهوشانه فرق بگذار و از همین روزنه به پهنای عالم پرتضاد نگریسته هر قدمت را شماریده سنجیده بیمام. خوب شده است پدر جان. دست روی سینه گذاشت جوان. یک سخنی به حکمت میگویم، اصلا فراموش نساز. به خود قیافه جدی گرفت پدر. مرحمت. رحمتی بابایت استا کمال الهو جایشان در قدی آبهای زلال جنت باد. اون را به گوش من هجا کرده بودند. اکنون فرصتش آمده و نوبت از من است که اون را به تو رسانم. بفرمایید پدر جان. گوش و هوش گشت پسر. پدر پس از لحظه تفکر باز به سخن آمد. بابایت دائم و تکرار میکردند که نامش جوان مرد باید در وقتش خوراک بخورد و سری وقت خانه‌دار بشود. امروز 4 پسری زبردستم به وایه رسیده اکنون به مغز آن سخنها سرفهم میروم. آنها 4 بهادر در کنار من قد کشیده باری گران روزگارم را سبک میکنند. این طور آدمی به اندیشه هرگز به معنای تاکید انگشت به هوا گردان پدر. فرصتش که آمد به خوراک خوردن و زن گرفتن تأخیر نمی ورزد. تو هم به آن عمل نمایی انشاءالله توفیق میابی بچیم. با مهر بی اندازه به سری کتف جگربند دست ماند او. پسر در جای نشست به قرار شده 2 رخسارش گلگون به پیش پای. زمین علفش درویده هنوز نم نگریست و این پند پدر را مدت در ذهن خود چرخونده به علامت رضا سکوت ورزید و آهسته از جای خسته با نگاه بیل را کافت. آن را در بر درخت شفتالو دیده به آن سمت قدم گذاشت. حالا از چی بود که 2 بری رویش لو می ساختند. پدر ممنون بروتی ماش و برنج خود را با نوک انگشتان مالیده یک تبسم قناعتمند در لب باقی چای پیاله را با یک هورت نوشیده با ندای بسم الله یا پیرم مدد از جای خیست. اکنون باید تگ نهالکان را نرم سازم. وقت منتظر نمی ایستد. شنوندگان عزتمند، شما گفتار ادبی را از روی اثر نویسنده خوش سلیقه شریف خلیل در قرائت مغفرت یوسفی شنیدید.
پدر بر حال ما نگر، ای نازنین پدر بر حال ما نگر، مرو از آشیانی ما، مرو از خاندانی پدر این التجا بشنوی، مرا از آشیانی ما، کی رفتی می رود فیضون، شکوهی خاندانی ما، مده ما را چو گل در پنجه بادی پریشانی، بیمان تا در پناهت بیش، کفیم ای باغبانی ما. پدر این التجا بشنوی، مرو از آشیانی ما. مگو بر ترک ما آمین، مشو بر رزق ما زامینه، مگو بر ترک ما آمین، مشو بر رزق ما زامین، مکن زهری حلایل دهان یک بردنانی ما، مکن زهری حلایل در دهان یک بردنانی ما.
سری ما در قدم های مرو از خاندانی ما. پدر این التجا بشنوه مرو از آشیانی ما. پدر این التجا بشنوه مرو از خاندانی ما. مرو از آشیانی ما. مرو از خاندانی